آن همین طور مکتب میانه ناپوره رقم 197 ناحیه لنین دست بروران خود را برای کلان حیات گسیل می کند. هم دقیقه های خرسند بخش و هم کمی غمگین‌آور. ختم کنندگان کوشش می کنند خود را کلانسال وانمود سازند، ولی با وجود این همه در چشمانشان اشک حلقه می زند. زنگ آخرین و آن در حقیقت برای این جوانان آخرین است. در پیش حیات کمی مشکل تر. زنگ آخرین به مدیر مکتب عبادالله مجیدوف هم صدا می دهد. از این خاطر که برابر صدا دادن این زنگ برای کلانسالان تماما درس دیگری آغاز می یابد. در این مکتب بسیار چیزها به مانند مکتب‌های دیگر نیست. خودتان قضاوت کنید. آیا شما دیدید که مدیر مکتب راهبران مؤسسه‌های کلان را چون پروم انرگومنتاژ، بلک ده، زواد آزمایش تکنیکی غیر استانداردی جمع آورد؟ اینجا اینچنین کاتب دوم کمیته حزبی ناحیه حضور دارد. این جلسه نیست، بلکه صحبت جدی آدمان کاردان و همفکر در آن خصوص که چخیل به سال نو خانش باید تیاری دید. مدیر مکتب از استحصالاتچیان یاری میپرسد. آنها یاردم میکنند، ولی روی راست گفتن لازم که با دل ناخواهم. همین طور زنگ آخرین مکتب آن درس غیر مقرری را که عبادالله مجیدوف با هممسلکان خود در طول 3 ماه تابستان میگذراند آغاز نمود. سیمخانه های مکتب نه آنقدر وسیع‌اند و خود از خود فکر ساختن آشانه دوم به میان آمد، علل خصوص وقتی که ته کرسی مستحکم است. قرار شد که سیمخانه های نو باید در سال نو خانش مکتب بچگان را قبول کنند. ساختمان به یگان گفتگوزار زیادتی و تیاری سر شد. متصدی ها قریب که هر روز تشریف می آوردند تا ببینند که کارها چطور پیش رفته ایستادند و چگونه کمک لازم. هر کس وظیفه و عهده‌داری خود را می دانست. مقصد همه یک بود، چنان باید کرد که مکتب وسیع و موافق باشد. بچه ها اختیاراً و با شوق کار می کنند. هیچ کس از بالای آنها نظارت نمی برد و برای کار کردن مجبور نمی سازد. همه این از آن خاطر که روز از روز در تفکر آنها فکری صاحب مکتب بودن خود تشکل می یافت. آنجا برای آنها نه تنها مکتب بلکه خانه دوم است که برای گفتار و کردارشان جواب دادن را می آموزد و همه روزه به حیات مستقلانه آماده می کند. مدیر گویا به کارهای خود بند است و فقط پس از دقیقه چند درک میکنید که حیات موجوده مکتب این نتیجه مهنت پرمشقت اوست. مدیر شعبه ناحیوی معارف خلق بابا آدینایف را شما میتوانید اکثر وقت در مکتب ببینید. میفهمید حاضر مسئله ترقی دادن بعضی مواد تکنیکی مکتب بسیار دشوار است. رایون بسیار رایونی کلان است و اون زیاده از 200 مکتب داریم. غیر از این باز تشکیلات‌های تا مکتبی هست، تشکیلات‌های غیر بیرون از مکتبی هست، لکن همه راهبران اگر عبادالله مجیدوف برین باشند، البته صفت تعلیم و تربیت، صفت ساختمان مکتب‌ها خیلی نقض می‌شود. عبادالله مجیدوف همچون راهبر نو با همه راهبران کارخانه‌های صنعتی، زواد و فابریکه‌ها که بعد اطراف همین مکتب هستند و ترقیات همین مکتب با آنها متصدی است، با آنها یک زبان عمومی یافته همه وقت درباره ترقی دادن مکتب مهنت میکنند. از همین سبب من وقت جدا میکنم که قریب هر یک هفته یک مرتبه آمده از نویگری های ساختمان و کابینت های علاوگی استفاده کنم. تابستان مکتب را به مشغولیت های جسمانی و سپورتی نمیتوان تصور کرد. بازی فوتبال چون انعنه مخلصان زیادی را جمع می‌آورد. برای آنکه در این نورسان حسیات کلکتیوی تربیت کرده شده است. این هم خدمت معلمان است. در میدان فوتبال بازی برای آب و روی مکتب مبارزه میبرند و نه آنقدر به کمانده مخلصی میکنند چنان که به مکتب. این را به ما خود بچه ها گفتند. شوق و هوس بچه ها همه طرفه به نظر گرفته شده است.
اگر به کسی جدا معقول باشد مرحمت برای از خو کردن عالم مرکب گوشتین سعی و تلاش نما. نه هر مکتب جمهوری چنین میدان دارد. مدیر مکتب و مدیر کارهای علمی شخصانی هستند که نه وقت خالی دارند و نه روزی استراحت. بچه ها سیمخانه ها را به ترتیب میارند، اما در آن جایی که کار جدی تر است کلان سالان مهنت می کنند. حیات موجوده مکتب در فصل زمستان از کار معتدل مرکز گرمدهی وابسته است. مدیر عبادالله مجیدوف در این باره برابران مکتب خانه یادرس کردن را فراموش نمی کند. تابستان مکتب زود گذرنده است. تا آغاز درس‌ها روزهای به شمار ماندند و البته هر کس کوشش به خرج می‌دهد که سیمخانه خود را زیباتر برای سال نو تحصیل آماده سازد. سیمخانه ها برای درس آماده‌اند. زنگ اولی سال تحصیل صدا می‌کرد. اکنون خود مدیر مکتب و معلمان به بچگان حسابات می‌دهند. این امتحان بسیار جدی است که یک چند ماه طول می‌کشد. معلمان و پدر و مادران مکتب بچگان را تبریک می‌کنند. آنها مکتب خود را پسماند شدند. دستگل ها خصوصا به معلمه دوست داشته زیادتر گل تقدیم می شود. مدیر مکتب عبادالله مجیدوف باشد به مکتب بچگان با سخنهای از تحت دل گفته شده مراجعت می کند. در چنین روزی فیروز 1 سپتامبر فقط سخنهای خوش صدا می گیرد. در صفحات روزنامه ها کلان سالان هنوز درباره اهمیتناک بودن کامپیوتر کنانی مؤسسه ها بحث می‌کنند. مکتب بچگان ناحیه لنین باشند الکی در عمل به فایده‌ناک بودن آنها باوری ظاهر نموده. کامپیوتر برای آنها معمول است و در نظر بچه‌ها عالم عجایب توانایی انسان را می‌کشاید. تا درس‌ها دقیقه‌های بشمار ماندند. استادان مطالب درس‌های خود را ورق می‌زنند، فکر می‌کنند که چه طرز به بچه‌ها متریال‌های خوانش را بهتر رسانند. یک آدم هرچند داند و تواند تربیت نسل نورس را به درجه عالی رساندن نمی‌تواند. برای این کلکتیو همفکر و استادان کار خود ضرور است. در مکتب میانه رقم 197 چنین کلکتیو وجود دارد. چنین کلکتیوهای همفکر و هم مسلک را کوشش دارند در هر مکتب ناحیه لنین تشکیل دهند. بچه‌ها، استاد رودکی درباره منفیت آموختن علم داری چی گفته است؟ کی میگه؟ رهبران استاد رودکی درباره علم و دانش چنین گفته است: تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش به نیاز. مردمان بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند. تا بسنگ اندر همه بینگاشتند، دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بر برتن تو جوشن است. تکنیکای لینگافانی برای خوبتر از خود کردن متریال گذشته کمک می کند و دانش اندوخته را مستحکم می سازد. بچه‌ها، استاد رودکی کدام سال و در کجا تولد یافته است؟ کی میگه؟ Катя была 2 зеленых карандаша, а у Лени не один. Лена спросила: Катя, дай карандаш. Мама не разрешает. Ну ладно. На другой день урок рисования. Пришла учительница.
Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садись. Что было задано на дом? А ну-ка, Леночка, скажи. Дома задано было нарисовать зеленые листья в дерево. Хорошо, садись. А ну-ка, откройте альбом, я посмотрю. Катя, ты очень красиво нарисовала. مکتب رقم 197 آمیخته است. اینجا به زبان تاجیکی و ازبکی درس میگذرانند. این صنف ازبکی است. با کوشش معلمان مفهوم اینترنشنالیسم به تفکر بچه‌ها به وسیله همکاری‌های و بازی‌های یکجایه وارد می‌گردد. در باغ مکتب معرکه غنوچین میوه در اوج است. بچه‌ها میوه‌ها را جا به جا می‌گذارند و کوشش می‌کنند که یگان دانه شفتالو و یگان سری انگور ضرر نبیند. آیا فقط تاثیر مدیر مکتب بچه‌ها را وادار ساخت که چنین با وجدانانه مهنت کنند؟ معلوم می‌شود که نه. به سوال خود ما در آشیانه مکتبی پاسخ جستیم. همه آن چیزی که در باغ پرورش یافته است دسترخوان بچگان را آرام می‌دهد. وقتی که کس محصول مهنت دستان خود را می‌بیند خرسند می‌شود. بچه‌ها با اشتهای تام تناول می‌کنند. این گواه آن است که خوراک با مزه تیار کرده شده است. خوراک باشد بی پول. خانه خواب 6 ساله ها تازه و آزاده. برای بعضی ها حیات مکتبی پس سر شده است. برای این بچه های شوخ و بیقرار باشد چه هایی که در پیش نیست، درس ها، جواب ها و بهاها. به مکتب باشد آنها الکی عادت کردند. آن در تفکرشان همچون جای مراق‌انگیز شامل گردیده است. برای بچه های میانه مکتبی مشغولیت های جدی تر. در استخوان‌هایی که آنها مهنت میکنند برای بچه های تنبل و بی‌وجدان جای نیست. کوشش نورسان را چنین شرح میدیم. در درس مهنت اشتراک کردن دیگر گپ است و اشیاءهای اساسی را برآوردن دیگر. حالا که قسم پولی مهنت خود را بچه ها میگیرند و قسم باقی مانده‌اش برای آبادانی مکتب صرف می شود. در ناحیه لنین دختران هنر دوزندگی را در مؤسسه های مکانیکانیده شده خود مبلغ گذاری از خود می کنند. استحصالات مهم وادار می سازد که به کار جدی‌تر مناسبت نماید. چیزی دقت جلب کننده آن است که طالبه های امروزه را ختم کنندگان همین مکتب می آموزانند. دلیل ردناپذیر همتونه؟ حوض شناوری مکتب و شاگردان چقدر خوشنودی می بخشد. در یاد دارید در جمهوری چندین سال معرکه به مکتب بچگان یاد دادن شناوری گذرانده شده بود. در این باره در هر روزنامه می نوشتند و تعداد نورسانی که شنا کرده می توانسته باشند چون پیشین بود. نه معرکه و چاره‌بینی ها بلکه حوض شناوری مکتب به مثل مکتب رقم 197 لازم بود. تالار گیمناستیکی مکتب نیز با تمام مواد ضروری مجهز است. در اینجا درس‌ها جدی‌اند و بیشتر تمرین را به خاطر می‌آورند. هر بار چیزی نو از خود کرده می شود. آبروی مکتب مثل آبروی انسان از بسیار راه و روش‌ها وابسته است. حولی منفرش است. نتیجهش روزهای برف و باران اینجا تازه است. باید قید نمود که کوچه های نزد مکتبی هم منفرش کرده شدند. عبادالله مجیدوف نماینده مردم شورای ناحیه است. از این خاطر وی خواهش و درخواست‌های مردم را نمیتواند از امروز به فردا واگذارد. در اینجا در حال حس میکنی که بچه ها در مکتب آزاده لباس میپوشند. بسیار شوخ و چالاکند.
مدیر